لطیفه عزیزی در سینمای امریکا نقش بازی کردن عجیب و باور نکردنی لطیفه عزیزی در فیلم‌های امریکایی. لطیفه عزیزی دختر سینما شد. ناگفته‌های تازه درباره زندگی جنجالی لطیفه عزیزی در امریکا. لطیفه عزیزی چرا دیگر آواز نمیخواند و دلیل دوری لطیفه عزیزی از هنر موسیقی برملا شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین موضوع را خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. لطیفه عزیزی هنرمند خوش صدای کشور، چهره جوان، یکی از هنرمندان با استعداد کشور است که با اعتماد به نفسی که داشت توانست دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کند. برنامه‌های هنری مختلفی برای دوستداران و طرفداران صدای در افغانستان اجرا می‌کرد. وی با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیونی طلوع دل میلیون‌ها افغان را از آن خود کرد. لطیفه عزیزی علاقه‌مندان و طرفداران بیشماری دارد. وی عاشقانه به کارهای هنر آوازخوانی‌اش می‌پردازد. بعد از تحولات سیاسی در افغانستان لطیفه عزیزی به کشور امریکا پناهنده شد. در ابتدا مهماندار در یکی از رستوران‌ها در امریکا اجرای وظیفه می‌کرد، اما دیر نگذشت لطیفه عزیزی در امریکا برای برندهای مختلف مدلینگ می‌کند و کاملا لباس‌های غربی بر تن می‌کند که بارها مورد نقد شدید علاقه‌مندان و دوستداران صدایش قرار گرفته است. تا مژده نقش بازی کردن در فیلم‌های امریکایی را برای دوستداران و طرفداران صدایش داده است. لطیفه عزیزی دوباره به کارهای هنر آوازخوانی‌اش آغاز کرده است و چند روز قبل در امریکا کنسرت بزرگی برگزار کرد. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله‌عزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از لطیفه عزیزی خواهیم بود. همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان سپرده. موفق و کامیاب باشید.